امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه چند نفر از دوستان درخواست دادن که ولت ما وصل نمیشه به پاوز، ولت پانتوم. بچه خیلی واجبه، خیلی واجبه که پانتوم وصل باشه به پاوز. اگه وصل نباشه کل داراییتون شاید از دست بره. بچه اولین کاری که میکنید، یه باگ ریز داره. من خودم مولتی هستم، اکانتای خودم رو وصل کردم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم داخل کورنومه. بچه برنامه کرومو که باز گذاشتیم، هیچ کار خاصی دیگه نمیخوام انجام بدیم. دکمه وسط رو میزنیم. پنجره باید به این صورت باز باشه، پنجره شما. میایم داخل پانتوم. داخل پانتوم که شدیم، کار خاصی نمیخواد انجام بشه. طبق آموزش های قبلی که دادیم، وارد سایت که میشی، وارد سایت پاوز که میشی، همون کارهایی که از قبل که توضیح داده بودیم، آموزش وصل کردن رو دونه بدونه انجام میدی، والتتون وصل میشه. کار خاصی نمیخواد انجام بدی، فقط باید مراقب باشید که این پنجره باز باشه.